چطوری خلاقیتمون رو بیشتر بکنیم. مهم نیست که چه شغلی داشته باشین. توی هر شغلی بعد از یه مدت آدم احساس میکنه که داره فرسوده میشه، داره خسته میشه و اون احساس کرختیه و یک نواختی تمام وجودش رو احاطه میکنه و باعث میشه که روز به روز افسرده تر بشه. اما راه حل چیه؟ ما هممون وقتی که بچه بودیم قوه تخیل خیلی خیلی بالایی داشتیم. اما چی شد که به مرور با بزرگتر شدن به جای اینکه قوه تخیل بیاد و رشد بکنه، بزرگتر بشه، هر روز کمتر از قبل شد و به یک جایی رسیدیم که دیدیم مدت هاست هیچ نوآوری نداشتیم. قبل از اینکه بخوام تولید محتوا رو شروع کنم یه سری کتاب خوندم و یه سری ویدیوها دیدم. من قبل از اینکه بخوام این ویدیوها رو درست بکنم ارتباط زیادی با فضای مجازی نداشتم و بیشتر سعی می‌کردم اطلاعاتمو از کتابا، مقالا و گاهن ویدیوهای بعضی از ویدیوهای یوتیوب بگیرم. توی این مسیر با یه کتابی آشنا شدم به نام همیشه خلاق، اگه برعکس نباشه. این نوشته تاد هنری، ترجمه مهرسا شرالاسلامی که میاد هر روز یک راهکار میده و اینجا هم جای تاریخ داره هم اینجا یک سوال پرسیده. یعنی در واقع یک کتاب خیلی عملیه. اصلا اینطوری نیست که یه سری نکات تئوری گفته باشه و شما با خوندنش آدم خلاقی بشین، بلکه پروسه خوندن این کتاب مدت‌ها زمان میبره، اما هر روز باعث میشه که شما یک قدم جلوتر از دیروزتون باشید. من فکر میکردم که چقدر خوب میشه اگه بیام هر روز یکی از این صفحه ها رو که خوندنش کلا کمتر از 2 دقیقه وقت میگیره استوری کنم و به سوالش همه با هم جواب بدیم. اما در مورد پیاده کردن این ایده شک داشتم. خواستم از شما بپرسم، برام بنویسید و اگه دیدم بازخورد خوب بود حتما عملیش میکنیم تو استوریا.